کرد که یا محمد صلی الله علیه و سلم اخبرنی عن الاسلام، ای حبیبی خدا از اسلام ما را با خبر کن. آداب شب ببینه، تواضع شب ببینه. واقعا مردم عرب آداب تواضع نداشتن. حضرت جبرئیل به خاطر تعلیم دادن اونا در اومده بود. در آخر حدیث گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر مراجعت کرد، گفت یا عمر شناختیش؟ اتدرون من السائل؟ آیا تو میدانی که این سوال کننده چی کس است؟ حضرت عمر گفت الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبرش داناتر است، نمیدونم، نشناختمش. حضرت در جواب گفت فانه جبرئیل علیه السلام، این حضرت جبرئیل امین است. آتاکم یعلمکم دینکم، آمد که برای شما دین شما را تعلیم بده. ببینه آداب تواضع انسانی و اسلامی را از برای اعراب نشان داد، تعلیم شد داد که پیش از او که بشینی باید اجازه بپرسی، پیش از او که سوال کنی باید اجازه بپرسی، با تواضع بشینی، در وقت نشستن آداب نگه بداری. اصل اسلام ادب است برادرای عزیز. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که صاحب هزارها خصال حمیده است، تمام خصلت‌های بزرگی که تصور کرده می شود در یک انسان خدای تعالی از برای حبیبش عطا کرده بود، اما در قرآن عظیم شان با اخلاق بزرگ حمیده او را وصف کرده.